به نام خدا. با سلام. ضمن تشکر از برگزار کنندگان جشنواره پایان‌نامه‌های برتر ایران شناسی، من ابراهیم شفیعی هستم، دانش آموخته فرهنگ و زبانهای باستانی ایران از دانشگاه تهران. به نظر من میرسه که برگزاری چنین برنامه‌هایی کمک خواهد کرد تا پایان‌نامه‌هایی که کار شده درون مخازن پایان‌نامه‌ها در دانشگاه باقی نمونه و افراد بتونن این پایان‌نامه‌ها رو باشون بیشتر آشنا بشن و این پایان‌نامه‌ها رو ببینن و از این جهت این حرکت بسیار مثبتی هست و من به نوبه خودم از برگزار کنندگان این جشنواره پایان‌نامه‌های برتر تشکر میکنم.